درود به شما تماشابینان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار. باز هم در خدمت شما من مریم دولت و همکار ما روانشفا محمودی کبیر. موضوع امروزه ما یکی از موضوعهای بنیادی اصلا رسالت انسانی است. نام موضوع نفس است و این کلمه در مفکورای ما، در ذهن ما میتواند اساسیات زیادی رو به وجود بیارد. ما همیشه وقتی که نفس میگوییم پیش نظر میآید غذا که آدم بد نفس زیاد میخورد، نفس به ثروت، نفس به مال و جاه و نفس‌های دیگری که ما زیر این کلمه در نظر داریم. ولی در اصل اگر عمیق‌تر نگاه کنیم این کلمه، این مفهوم خیلی و خیلی طرف‌های دیگر هم دارد، اون جنبه‌های عمیقی دارد و خود یک کلمه رو وقتی که ما درست تا آخر نمیدانیم اون رو شرح دادن نمیتوانیم و اگر که ما همین مفهوم نفس رو کاملا مطرح نکنیم، رسالتش رو از خود کرده نتوانیم، ما شاید بسیار مسئله های دیگری رو که در زندگیمون پیش میاد همچون انسان آنها رو حل کردن شاید نتوانیم یا در حلشان مشکلی کشیم. من گمان میکنم که اگر ما صحبت امروز رو از اندیشه های شما آغاز کنیم شاید قدم های ما با ثمره تر باشد. درست است. البته من وقتی که آن روزی که مصلحت کردیم که موضوع این میبید و موضوع در همون بخشی بدنی، بخشی تنی که هست و این موضوع چند موضوع آید به بدن با آخر میرساند. البته من فکر کردم که اطلاعات هم بسنده است. وقتی که اندیشه رانی کردم دیدم که هم اطلاعات رو سیستم کنندن لازم است و هم دیدم که نفس آنقدر چیزی بد هم نبوده است. برای همین اون چیزی که در ضمیر مردم ما گذاشته شده است که نفس چیزی که آدم نفسانی و نفس باید سرکوب کرد و نفس سبب مشکلی ها و بدبختی های انسان می شود و گفتن. من به خلاصه آمدم که چنین مناسبت احساسی باید به نفس نباشد و این مناسبت باید راسیونالی، مناسبت عاقلانه باشد. بله، و اون نقل هایی که اون واقعه و حادثه هایی که اون من مفهوم نفس در مردم ما در زندگی در آن صحبت و معاشرت های هر روزه دیده میشد، گفته میشد و من فهمیدم که این موضوع رو ما باید از دو جهت، هم از جهت فرهنگی اسلامی ملت خود و هم از جهت علمی یک روشنی اندازیم. در زبان علمی نفس را زیر شعور، ذهن، پدسزنانی میگویند و در گویم که مردم ما نفس را یک قوه جداگانه، یک حلقه پیوست کننده جان و تن حساب میکنند و مناسبتی هم با احترامانه دارند و هم مناسبت سغگیری هم دارند. چون یکی از تربیه هایی که در مسئله تربیه های معنوی میکنند این مبارزه با نفس میگویند. بله، نفس حیزن میگویند. اینی که جنجال معمولی است. بله، یک در رقابت و در یک گویم که در حالتی مناسبتی غیر دوستانه قرار دارند. بله. ولی وقتی که ما تحلیل ها گذراندیم، دیدیم آموزش ها گذراندیم، دیدیم اطلاعات جمع کردیم، فهمیدیم که این نفس این نقشه های بیشعورانه انسان بودند که در ضمیر او قرار دارند و مقصد نفس تأمین نمودن سرشت انسان از نیرو هست. بله. دیگه نفس یک مکانیزمی بوده است که سرشت انسان رو باید از نیرو تأمین کند. این نیرو میتواند نیروی غذایی باشد، نیروی مناسبتی باشد، نیروی اطلاعاتی باشد، نیروی گوییم که اجتماعی، مثلا
محولی باشد. عموما یکی از وظیفه‌های مهمی نفس همین بوده است که تامین کند آدم را از نیرو و این بیشعورانه اگر که باشد، یعنی که انسان نفهمد، آموزش نگیرد، کمالات نیابد، اون وقت نفس امیر می شود. و اینو البته در فرهنگ دینی ما هم گفته شده است که نفس اماره اون وقت هم دل رو، یعنی احساس رو، هم عقل رو، هم شخصیت رو و هم طبیعت انسان رو در خدمت خود میگیرد، چون که نفس مدیر انبار انرژی، نیرو هست که به هر کدام آنها نیروی معینی میدهد. درست، واقعا چون این است. اگر که با عباره های پسیکولوژی گوییم، با اصطلاحات پسیکولوژی اینا طلبات است. مثلا انسان طلبات دارد، هم طلبات جسمانی دارد، این غذا است، این خانه و در است که جای زندگی کند، این لباس است که تنش سرگرم و سرما حفظ کردگی باشد و این طلبات جسمانی هستند، چیزی برای جسم ما. و طلبات دیگری که ما داریم طلبات روانی است. خب طلبات روانی هم به قسم ها تقسیم می شوند. خوش دو طلبات هستند اساسی که انسان دارد از نگاه علمی امروزه پسیکولوژی. این طلبات به محبت است و طلبات دیگر به کنترل، نظارت. و آدمان از روی همین طلباتشون به حتی به گروه های معین تقسیم میشن. ولی این معنی ندارد که اون که به محبت طلبات دارد به نظارت طلبات ندارد و برعکس. این طلبات ها در همه ما هست. هر انسانی که بر روی زمین می آید، یک کودک نوزاد از مادرش تولد شد، به غذا طلبات دارد وگرنه زنده نمیماند. به لباس طلبات دارد وگرنه بیمار می شود. به خانه، به منزل، به جایی که در اونجا اهل خاندان را نگاه بین کنند، از شمال، از سرما، از گرما حفظ کنند، طلبات دارد و حق هم دارد علاقه. زیرا حق زندگی همراه هنگامی که انسان به دنیا آمد، حق زندگی همراهش می آید. علاقه به زندگی حق دارد. در نزد انسان خردکک کلان سالان وظیفه ها دارند. پدر و مادر، جامعه وظیفه دارد که این انسان خردکک را که به حمایه است، یک پاره گوشت است، هنوز طلبات خودش را با زبانش گفته نمیتواند و ما از صدای گریه او میتوانیم معین کنیم که استراحت، مثلا طلبات به استراحت، طلبات به خواب، طلبات به دمگیری و غیره و این چیزا رو، این طلبات های جسمانی هستند. و عین زمان این کودک خردسال همون زمانی که به دنیا آمد به محبت هم طلبات دارد. زیرا اگر مادرش او را دوست ندارد، او نمیتواند به قدر کافی حتی جسمش شیر استحصال کند. جایی که محبت نیست، شیر هم حاصل نمی شود. و این کودک با این محبت طلبات دارد و خداوند برای همین هم مثلا برای طفلان مادران رو همچون فرشته ها گماریده است که اینها وقتی که روایتی است که طفل باید به دنیا بیاد و خداوند میگه که تو به زمین میروی و زمین اینقدر مشکلات دارد. میگه کودک میگه که اینقدر جای راه دور مرا روان میکنه خداوند و اینقدر مشکلات از پیش میاد، من این رو چگونه حل میکنم؟ میگه همراه تو فرشته خواهد بود. میگه من فرشته رو چگونه میشناسم و نامش چی است؟ میگه تو رو مادر خواهی گفت. و از این نگاه در ضمیر انسان، در زمین مادر این محبت بزرگ رو گذاشت، زیرا با کلان کردن این کودک خیلی کار مشکل است و این طلبات اساسی کودک رو توسط مادرش طبیعت چنین جابجا کرد و اون خانه کرده می شود. و طلبات دیگر، طلبات نظارت، این طلبات است که دیرتر در نتیجه تربیت اجتماعی انسان در جامعه پیدا می شود. انیخترش اگر باشد هم بیشتر رشد میکند و وقتی که آدمانی که مثلا نظارت کردن رو دوست میدارن، اینجا آنها تکیه به محبت نه، تکیه به ترس دارن. ما در موضوعی که در طرف ترس و محبت گفته بودیم، این رو گفته بودیم که هر چیزی که از ترس بیرون میآید، از رفتار ما، اون طلبات نظارت رو خانه میکند. یعنی آدم ترس که از نگاه ترس عمل میکند، مثلا یک چیز عادی است، اگر که ما در خاندان باشیم، کودک ما 2 دقیقه از نظر ما گم شد، ندیدیم، کودکی مثلا راهگردان است، ترس پیدا میشد که کجای افتید، چیزی خطرناک برای خودش گرفت، حتما یک نفر میگه رو کودک نظارت کن، رو کودک بین کجا رفت. این اگر از یک طرفش همون محبت باشد، طلبات حمایت کردن کودک از خطرها باشد، طلبات دیگر همون ترس است. و در اکثر حالات این طلبات ها میتوانند بنیادی تمام احساس و افکار رفتار انسان ها باشند. و اگر انسان این طلبات ها را از همدیگر جدا کرده نتواند، نشناسد، در مفکوره خودش جابجا نکند، سر وقت میتواند از طلبات محبت مثلا
صرف نظر کند طلبات محبت رو و زیر طلبات ترس ماند، همون طلباتی که نظارت رو ایجاد میکند و انسان میتواند واقعا از این نگاه در زندگی رفتار کند و این گونه آدمانی که همیشه نظارت کننده هستند معمولا این خصلت پدران است، ولی مادران هم این گونه خصلت رو دارند، راهبران چنین خصلت رو دارند که همیشه باید نظارت کنند. این همون باعث میتواند اگر که طلبات دیگر محبت رو صرف نظر کنند میتواند باعث مشکلات خود همه آدم ناظر شود و این زمان برای اطرافیانش رو نیز مشکلات دیگری رو ایجاد کند. البته سخن باره که جمله که گفتیم که نفس هم آنقدر چیزی بد نبوده است، آن وقت آن چیزی بد نمی شود که اگر ما آن با مناسبت با او با شعورانه کنیم، عاقلانه کنیم. نباشد نفس امیر سبب مشکلات های زیادی انسان می شود، چون که خاصیت نفس، طبیعت نفس این ناصری است، این ناصر بودن است و وقتی که ما مناسبتی با شعورانه رو به نفس سر می کنیم، یگانه چیزی که در برابر نفس گذاشته می شود این البته قانون است، معیارهای فعالیت نفس و در این وقت نفس می تواند که زید براید و یکی از عالمان ساحه روحشناسی اولهای عصر 20 زیگموند فروید همین رو قید کرد که بسیار بیماری ها از نارضایتی یا که از نداشتن حلاوت نفس است و البته این از با این مسئله از یک طرف رفتن است که ما باز با کارکردهای علمی خود نشان دادیم که سرچشمه همه هستی و همه آن ریشه‌ای که انسان از آن قوت میگیرد و عرض هستی میکند این البته روح است. بله. و در اینجا وقتی که قانونیت یک معیارهای معین و قاعده های فعالیت نفس را وقتی که چارچوبه میکنیم و او رو میپوشانیم، نفس ملامت زده میشد، یعنی که زید میبراید که در فرهنگ دینی ما گفته شده است و یکی از سبب های بیماری بسیاری آدما انا همین ملامت زده، نارضایت، حلاوت نگرفتنی انا همون نفسی اماره انسان هست. و برای اون که ما نفس رو درست تر فهمانیم برای تماشابینان عزیز، ما باید تصور کنیم که انسان یک گویا که یک ماشینی هست و اگر کارپوس ماشین تنه آدم باشد، مغزی گویم که راننده مغزی سری گویم که آدم باشد، نفس این موتور یعنی محرکی همون ماشین هست، اتومبیل هست که با واسطه بنزین که بنزین غذای او است، خوراک او است، حرکت میکند و راه او سمت است. مثلا اگر راننده مغزی سر نفس به دست نگیرد، نفس به همه مشکلات به ها برده آدم میرساند. تصور کنید که راننده با واسطه چنبرک رول آن را اداره میکند ماشین رو و به راه درست خودش میبرد و همینطور انسان هم اگر در حالتی داشتن هدف ها، مقصد ها، آن وقت میتواند که نفس خود را سمت دهد و آن سببی آن شود که انسان رشد و انکشاف یابد و در عالم بیشعورانه، بیعقلانه یا بیعاقلانه زندگی کردن، نفس موتیواسیون سببیت اساسی حیات انسان است که این حیات را حیات حیوانانه میگویند و در عالم باشعورانه نفس یکی از مکانیزم ها، بندوبست های قوت دهنده، نیرو دهنده انسان است که به سمت کمالات می رود و برای همین در اینجا وقتی که نفس تربیه یافت، نفس می تواند که مطمئن، آرام و گپگیر و که کار رو درست میکرده باشد. واقعا اگر که ما طرز تنظیم کردن نفس رو ندانیم، راه آسانتر ما آدمی که مثلا این چیزها رو انیخ ناموخته است سرکوب کردن است. ولی ما من و شما نخوب میدونیم که و همین روانشناسان میدونند که اکثر بیماری هایی که سر میزنند از سرکوب شدن همین طلبات های طبیعی انسان است. نفس یک بخشی
ساختار انسانی ماست و اگر که نفس نمی بود ما هم همچون انسانی روی زمین همچون موجود در روی زمین ارزی هستی کردن نمی توانستیم. اون طلبات هایی که من پیشتر نمبر کردم مثلا طلبات به غذا، طلبات به لباس، طلبات به منزل، طلبات به مهربانی و اینها چیزهایی هستند که اینها باید قانع کرده شوند در دایره معیارهای معین ولی هرگز سرکوب کرده نشوند. مثلا وقتی که انسان گرسنه میماند نوبسته به سن و سالش وی باید چیزی خورد. اگر وی روزه‌دار نباشد، اگر وی پرهیزی نباشد باید غذای معینی خورد. یعنی اینجا ترک سرکوب کردن خواهش غذاخوری آن انسان این میتواند باعث بیماری شود و چی باید کرد؟ ولی باید انسان داند که چی را بخورد. انسان مثلا از زمین کارتوشکای لایولو خام رو گرفته نمیخورد هرچند گرسنه هم باشد. از بس که و انسان است، عقل دارد، تربیت دارد، ملکه های زیست اجتماعی دارد. اون کارتوشکا اگر همونجا پیدا شود اون رو میتواند تازه کند، بشوید، پوستش رو کند، بعد پزد و خورد. این یعنی اداره کردن نفس است. ولی در حالتی که نیست، میگیم که نیست و اجرا نمی شود و این ارزوها اگر که این ما یک مثال عادی آوردیم، مثال چه میگن ساده ترین مثال رو آوردیم از خوردن غذا، ولی آخر نفس چیزهای دیگر هم میخواهد. مثلا نفس رشد میخواهد. آدمی که طلبات دارد، طلبات ذهنی دارد، کتاب خواندن میخواهد، هوس تحصیل کردن دارد. وقتی ما طلباتی رو پخش میکنیم، سرکوب میکنیم در اوله مثلا یا مبلغ نیست یا فهمیش همین اندیشه که فرزند باید خواند نیست، میگیم که هیچ گپ نه، خواندگی ها چی شدند؟ تو نخوانی هم میشود. همون جوان مرد نمیدونم یک با کار دهقانی، پودابانی یا یک کار دیگر در ده مشغول میشود، گویا زندگی میرود. ولی این آدم در زندگی خوشبخت بودن نمیتواند. از کارش اون چیزی که شما گفتید حلاوت نمیبرد. یعنی او رسالت انسانی خود را به قدر باید و شاید اجرا نمیکند. اگر ما از زندگی راضی نباشیم ما خوشبخت بودن نمیتوانیم. یعنی دانستن نفس، شناختن طلبات ها و اعتراف کردن آنها، احترام گذاشتن به آنها، این باعث آن میشود که انسان قدم به قدم رشد کند. و برعکس وقتی که ما فکر میکنیم میگیم که یک نفر خانه بسیار زیبا ساخته است، همسایه‌اش میگه که ای وای از نفس بدش وای خانه ساخته، ما به همین کلبه ویرانه میشود. ولی اون کلبه ویرانه تعمیر میخواهد، اون جای براحت میخواهد. مثلا چیزهای مثلا تکنیک حاضر زمانی که اینترنت، تلویزیون که با عالم بیرون ما رو پیوست میکند، اینها طلبات هستند و این طلبات ها میارزند که ما با آنها توجه کنیم و آنها رو اجرا کنیم، از پیشان شویم. در اکثر حالت ها مردم ما یک کلمه دارن میگن شکست نفس و کلمه شکست نفس رو همچون تعریف، همچون یک صفت خوب استفاده میبریم، حالا که در اکثر حالت ها شکستن نفس باعث آن میشود که انسان از تلاش، از رشد باز میماند. همین مردم ما در اکثر حالت ها درباره رشد نه ذهنی و نه حتی از نگاه مادیات چندان تلاش زیاد ندارن. همون چیزی که ناعلاج اگر کردنش مجبور هستند، مثلا خانه‌دار کردن فرزند، اگر خانه‌دار کردن فرزند نباشد، اگر اجرای یگون تنه یا توی نباشد، اونها حتی خانهشون رو مثلا فقط به خاطر دل خودشون تعمیر نمیکنن. اون رو به حد باید شاید مثلا اخلاً با حق سفید نمیکنن. بعضا خانه های ما میرویم که خانه مثلا 5-6 سال پیش از درونمون لای اندازه کردن و همین حالت زندگی میکنن. این معنای کمبغلی آنها رو ندارد. این همون کمبغلی است که ما در یک صحبت پیشتر گفته بودیم که در مغز است. این آدم تلاش ندارد. یعنی این همون نفسی شکسته یا نفسی کشته شده است که باعث اون میشود که یک دیوار پیدا میشود و انسان از دیوار اون طرفش رو نمیبیند و گمان میکند که همین طرز زندگی طرز خوب است، حالا که نبودن تلاش باعث اون میشود که انسان همچون انسان معنوی هم رشد نمیکند و در حالتهایی که باید مثلا همچون انسان معنوی، همچون انسان خداشناس و جنبه های دیگر انسانی خودش رو باید ادا کند، از جمله تربیت فرزندان رو آنها رو ادا کردن نمیتواند. زیرا یک نفس را کشته، از پشت نفس کشته شده، نفس های دیگر هم پای در پای از حالت رشد میمونند، فلج میشوند. درست قید کردید. البته ما بعضی چیزهایی میبینیم که این دور و دراز تاثیرات معنویات یگانه چیزی که از ملت ما باقی مانده بود
در طول هزار ساله های معنویات بود و معنویات قناعت را برای مردم پیشه کرد و شکست نفسی را و حالا زمان آمده است که البته آن نیروی قدرتمندی که در یک خود نفس است آن را استفاده برده سمت معین داد تا اینکه جسم ها از این جوسه باشند، پهلوانانه باشند، احساسات ها شادی و مثبت باشند، عقل ها گوییم که داننده اطلاعات خوب باشند و روان رئالی و شخصیت بای و طبیعت آرام و روح بالیده باشد. البته این با امان می شود که ما نیروی نفس را استفاده بریم و این من فکر میکنم که دائم میگویند که عقل بهترین نعمت خداوند است و من فکر میکنم که نفس هم یکی از نعمت‌های پروردگار است که از وجود نفس پاک خود آن را جدا کرده برای انسان داد. ما میدونیم که فرشتگان نفس ندارند و انسان همین نیرو رو اگر درست استفاده برد سمت کمالاتش به زینه معنویات یعنی به وحدت خداوندی تیزتر می شود. ولی این البته نازکی های زیادی خود دارد و بسیار وقت تصوف ما را به آن برده یعنی که تنقید میکردن که گویا که این ترک دنیا هست، گویا که این شکستن نفس است، این مبارزه با نفس است. گفته حتی که در معنویات های جهانی تصوف ما رو با همین طرح شرح میتن ولی این چنین نیست. ما میدونیم که گوشه‌نشینی اکثری اولیاء و دوستان خدای ما از آن بود که آنها از آن آشوب ها از آن آرمه های جامعه هجوم های گوناگونی که میکردن مثلا از دست دادن جلالدین رومی ما که آن به روم و ویزانتیه رفت یکی از سببهاش همین هجوم مغول ها بود و دیگر کسانی مثلا فروددون یا تو رو کشتن آنها یا که دیگر حالت های گوناگونی که ما صدها مثال آورده می توانیم از حساب آن تعصب دینی که بعضی اشخاصی ساحه دین داشتن که کسانی که به این چیز دست می زدن و می خواستن کارهای علمی کنند آنها رو به چیزهای گوناگونی غیر شریعتی گناهگار کرده پوست میکندند و کور میکردند و تگ پای فیل میپرتافتند و با کمبغلی وادار میساختند و یعنی که بسیار کارهای میکردند تا آنها همان حقیقت را نگویند. ولی شکر خدا و وطن امن امروز وقتی آمده است در زمان استقلالیت که ما بسیار چیزهای جنبه های طرف های خوبی همین عرفان خود را کشاییم و این اکادمیای فرهنگ ملی ماست و آن رو با مردم پیشکش کنیم تا آنکه مردم از آن استفاده برند. و البته چنین روایت هست نقل هست که خداوند اولین کسی را که آفرید این نوری محمد درود بر او بود و او چرخ میزد و از آن بسیار چیزها از آن جمله عرش و بهشت و آسمان ها و زمین و جان مؤمنان رو و همون دریاهایی که نوری محمد را گذراند از یکی از آنها نفس را ساخت. یعنی که طلباتی که نفس در وقتی که در وجود پاک خداوند بود نفس سیر بود و نیروی خداوندی استعمال میکرد و وقتی که اون جدا شد نفس در همه چیز در همه ظهورات در همه حادثه و کارها همون نیرو رو میکاود و میخواهد که سیر باشد. برای همین بسیار وقت اداره کردن نفس سبب میان میشد که نفس هم سمت درست میآمد و اگر نفس در نزد خداوند که اینقدر او رو جزا داد چون که اون از وجود پاکش که بود من میگفت که من هستم و تو هستی گفته خدا رو میگو و 1000 سال او رو در آتش دوزخ سوزان باز او رو سوزان تا آنکه بگوید تو خدا هستی. یعنی که بعضی آدمانی که بیشعورانه زندگی میکنن و خودشون البته خدا میگیرن از همین نفسی گوییم که اماره سرچشمه میگیرد این سخنی که گوی خودشون خدا اعلان میکنن و وقتی که آفریده شد و در وجود انسان وارد شد البته به دوش گرفت انسان تربیه یک چیزی سرکشی رو و البته در این حالت ما میدونیم که در آفریدن نوری محمدی که اطرافی خداوند چرخ میزد ما میبینیم که زمین هم در گردی آفتاب چرخ میزند و ما میبینیم که در درون یک اتم
الکترون هم گردی یادروی او چرخ میزند و چون نزدیک میشود نیرو میگیرد و چون دور میرود نیروی خود رو از دست میدهد. یعنی که ما با همین واسطه نفس از بسیار چیزها نیروهایی رو میگیریم که آنها رو میتوانیم استفاده بریم. و البته ما میدونیم که نفس برای بدن نیروی خوب میدهد، احساس رو نیرو میدهد، عقل رو نیرو میدهد. تصور کنید که بعضی سفیده های هستند که تفکر ما را، عقل رانی ما را خوب میکنند. در نبودن آنها انسان میتواند که به تفکر به اندیشه ماند. یعنی که رول و نقش نفس رو در حیات امروزه ما باید بدانیم، ولی آن رو در چارچوبه قانون بمانیم که ما میدونیم که چند نمود قانون ها هستند. یکی قانونی درونی خود انسان است که ما میگوییم که این وجدان است که وقتی که انسان عملهای میکند نفس خود رو سر میدهد و آن وقت وجدان او رو همه وقت عذاب میدهد. یعنی که انسان هرچند که پنهانی هم بعضی کارها را کند ولی نفس او در زیر حکمی وجدان قرار دارد که وجدان نماینده معنویات مثلا انسان در معنی سرش است. و ما چیز دیگری گیریم که قانون دیگری که از این قانون درون عائله هست. مثلا در عائله هیچ وقت جنجال نمی شود، مناقشه و سر نمی زنند اگر آن نعمت هایی که در داخل عائله هستند برابر با عدالتانه تقسیم شوند. بله. و چیز دیگری که ما میبینیم این در بین مردم است یا که بین خویش و تبار. مثلا در جامعه از عائله بیرون اگر تا جامعه را ما خویش تبار بگیم که یکی از مناسبت های نزدیکی که انسان ها میکنن این به خویش و تبار خود میکنن. مثلا دستگیری خویش و تبار خود، در کمبودی ها و در مشکلات هاشون شریک بودن، مثلا در معرکه و بسیار چیزها میگذارن همراه بودن. بهوده خداوند نگفته است که بترس از من و از بریدن صله رحم، یعنی بریدن خویشی رو خداوند گفته است بترس، چون که این یکی از سبب های زیاد شدن رزق روزی و رضایت مثلا حلاوتی شاید نفس شود. و البته قانون دیگری قانون جمعیت است، قانون مردم است، قانونی که ما با اون زندگی میکنیم و ما نمیتوانیم که از این قانونی که فرهنگ ملی ماست از اون بیرون برایم. و برای همین است که سیاست دولت ما همین است که هرچند که ما دنیوییم ولی باز زمینه های فرهنگی ملی خود را داریم. و قانون دیگر قانون دولت است که نفس باید در همون چارچوبه قانون دولت باید فعالیت کند. و البته آخران قانون هفتم قانون این قانون خداوند است که آن رو گفته است که بچی حالت ها آورده میرسند در حالت گوش نکردن یا که تربیه نکردن نفس خود یا که کشتن نفس خود، که بسیار دوستان خدا که نفس خود رو میکشتند آنها از طرف کسی دیگری کشته میشدند. یعنی این نشان داده آن است که نفس را چنان پروردگار در یک زینه احترام قرار داده است که برای او بهشت را ایجاد کرده است، آباد کرده است. و برای خود انسان شعور انسان البته دیدار اوست. بله، واقعا از این چیزی که شما گفتید پیش نظر من یک منظرچه دیگر اومد. این نفس به کودک خرد مانند است. یک کودک 2-3 ساله که بعضی چیزها رو میدوند بعضی چیزها رو نمیدوند. وقتی که ما اگر تربیت نفس رو به همین تیمسال اگر معین کنیم گمان میکنم آسان‌تر میشه. کودک خردسال مثلا یک بار اگر یک نمود شیرینی را خورده باشد دفعه دیگر هم طلب میکنه و پدر و مادر این همون اگر که باز به تمثیل بگیم شاید عقل است. شما با اون کودک رو میدهید نمیدهید، اگر میدهید چگونه میدهید؟ اگر همش رو دائم دادید کودک بیمار میشود یا که عادت میکند قیصر میشود و من بعد وقتی که شما نمیگویید و نی شما رو نمیشنود مجبور میکند، پافشاری میکند، اصرار میکند، با هر رو اون چیزی میخواد از شما کشیده میگیرد. و راه دیگرش با کودک میفهمونید و برای این صبر لازم است، طاقت لازم است که کودک 3 ساله شما یا 2 ساله شما گپ شما رو فهمد. و یک چیز دیگر است برای رام کردن نفس، این انتظام است. انتظام خود انسان است. اگر در مثلا کودک باشد شما با کودک وعده میکنید یک چیز رو میدهید، مثلا یک شیرینی یک خوشک در یک روز خوردن شاید ممکن باشد دادید، کودک باز طلب میکند. مادر خیرتمند
دم کلانسولا که در اون خانه است میگه که دخترم خود یکتا خوردی پسرم اینش پگاه میخوری شما اگر همین قاعده رو هر روز رعایت کنید و پگاه اون کودک همون معیار رو بگیرد او دیگر سرکشی نمیکند شما رو اذیت نمیدهد از پای کار دیگری میرود مثلا اون نفسی دیگر هم دارد آرام شدنش در کار طلبات دیگرش خوب رفتنش در کار و کودک رو میخوابونید جسم کودک با غیر از شیرینی مثلا نیاز دارد به غذا به شیر به آب به گردش سیر کردن در کوچه گرداندن و غیره و کذا این طلبات هایش رو هم به نظر میگیرید و قدم به قدم به او میفهمونید و اگر که اینو در مثال کودک بگیریم یکمش اون کودک خودش این چیز رو یاد میگیرد تنظیم کردن این نفسش رو اون قاعده که شما در داخل اوله هست گفتید و از طرف دیگر اگر همین چیز رو به نظر گیریم انسان نسبت نفس خودش هم میگونه مناسبت داشته باشد یعنی او رو سرکوب نکند نکشد بلکه تنظیم کند اداره کردنش رو یاد گیرد حق نفس رو بشناسد زیرا اگر که انسان در روی زمین جسم دارد و جسم انسان به رعایت نفس هایش به قانع کردن طلبات هایش عموما موجود بودن نمیتواند اگر انسان غذا نخورد زنده نمیماند اگر انسان استراحت نکند خوب نرود از کار چند وقت برای خودش یک فاصله جدا بیکار بودن رو استفاده نبرد سخت خسته می شود بیمار می شود اگر انسان خانه نداشته باشد و جای زیست ندارد اینها همه طلبات ها هستند که ما می توانیم اون رو نفس گوییم می توانیم طلبات خدا داده انسانی بگوییم که زیرا جسم رو به اجرای این طلبات ها ما حفظ کردن نمیتوانیم اگر ما جسم رو حفظ کردن نمیتوانیم که جسم معبود اون روح پاک خداوند است پس ما وظیفه خودمون رو در نزد خداوند هم اجرا کردن نمیتوانیم اون روح نیز عذاب میکشد اگر جسم بیمار باشد روح میتواند آرام باشد نمیتواند درد جان و درد جسم اینها با هم دیگر خیلی پیوندند ما ضربه های روانی رو مثلا میدونیم که خدای نکرده اگر نفر بیمار شود یا گذرد انسان ضربه روانی سخت میگیرد و چند وقت سخت اذیت میکشد ولی در حالت است که ما ضربه هایی که به جسممون خودمون وارد میکنیم میافتیم تبابت نمیکنیم بیمار میشویم به نزد دکتر نمیرویم ما اینها رو به نظر نمیگیریم جسم فریاد میکشد من بیمارم من خسته شدم درد میکند ولی در حالتی که ما خودمون رو شکست نفس اعلان میکنیم ما همین طلبات های جسم رو صرف نظر میکنیم و نسبت او خیانت میکنیم زیرا جسم ما هم نعمت خداوند است اگر جسم نمی بود مثلا اگر جسم من در همون شکلی که حاضر دارم نمی بود من مریم دولت و بودن نمی توانستم من اون بنده که خدا آفریده است بودن نمی توانستم روحی من جان من مکانی نداشت پس این جسم هم باید طلبات های او که با نام نفس ما قبول کرده ایم باید احترام کرده شود به نظر گرفته شود و اگر که از بس که روح سالم است عاقل است و او باید سرپرست باشد او باید به این جسم آن چیزهایی که نمیداند برساند بفهماند و آن چیزهایی که ما همچون طلبات خود گفتیم نفس گفتیم اگر اینها رو سر داده مانیم همون ایگو یا خودخواهی که ما میگیم خیلی قوی می شود و واقعا چنانه که گفته نفس اماره بالا میگیرد و استاد رودکی شاید همین چیز رو به نظر گرفته گفته بود که گر بر سر نفس خود امیری مردی اونجا مرد به معنی جوان مرد به معنی انسانی کامل آمده است تا فتووتی که تا زمانی که عرفان پیدا شد فتووت بود در همان زمان در زمان جوان مردی بله جوان مرد شخصی بود که شخص کامل شخصی اگر با جنتلمن هم از زمین برآمده است بله جنتلمن همین جوان مرد بله و واقعا همین است من مرد جنتلمن شاید همون جوان باشد و انسانی ایدئالی انسانی که خود ایدئال آرمان هرگز بوده نمیتونه ایدئال تنها خداوند بوده میتواند ولی ما در درجه امکانات خودمون میتونیم قدم های رو گذاریم که اداره نفس رو یاد بگیریم واقعا کسی که اداره نفس رو یاد میگیرد او در واقع از اکثر مشکلاتی که در زندگی است خیلی با آسانی میرهد تصور کنید که مردم ما میگویند که یک چیزی که نفس طلبات دارد طلبات خوردن طلبات گفتن طلبات خواب رفتن همین سه چیز اگر از معیار گذشت مردم اون رو ملامت کردند بله که میگویند که سلامتی انسان در کم خوردن کم گفتن و کم خواب رفتن است یا اینکه پرخوری پرگویی و
پرخوابی سبب بیماری میشه. بله. یعنی ببینید که معیار رو خلق که بیشعورانه البته معین کرده است، ولی به شکل مشخص امروز ما میتوانیم بگوییم که یک چیزی که میگن آداب غذاخوری، بله، آداب مثلا خواب رفتن، آداب کار کردن. مثلا من کسانی را میبینم که بسیار وقت کار و فعالیت میکنن و آنها تا بعد از ساعت 5 کاری هم مثلا آداب مهنت رو، کودکس مهنت رو ویران میکنن، در کارخانه های خود میشینند و کار میکنن. اگر با آنها نگاه کنی بسیارشون مشکلات های عائلوی دارن، چون که یا که نظارتی خانه نمیکنن یا اینکه محبت نمیدین، دقت نمیدین، یک جنجال های احساسی پیدا شدنشون ممکن است. یعنی که ما بدونیم که نفس باید یک قانون و قاعده خودش داشته باشد و در حالت رعایت آن انسان میتواند که دور و دراز از نیروی تمام نشونده نفس استفاده برد. و البته ماه شریف رمضان که هست، مردم ما که اکثرش روزه میگیرن، یکی از همون حکمت همین ماه شریف رمضان این تربیه نفس است. بله، واقعا تربیه از نکشتن نفس. اون نگاه داشتن در یک حالت نگفتن، توانستن نفس. وقتی که نفس طلب میکند و آن را نگفتن، چی جهتی آن دارد که بدن تازه میشود، اشغال ها بسیار، نمک ها، روغن های جمع شده، گلیکوژن جگر و ها کذا چیزها را که ارگانیسم به تازه کردن خود سر میکند. باز طرف دیگر البته این میکشاید راههای روحی که از کیهان نیرو گرفتن، که حالا ما میدونیم که انسان قسم جدا نشونده کیهان است و با کیهان با واسطه فکر خود، با واسطه احساس خود، با واسطه اندیشه و تفکر خود بسیار تأثیری سخت میرسانده است و شعور کیهان و مناسبت او معین میشده است. برای همین ما میتوانیم در اینجا یک کلاسیفیکاسیون نوع، یک تصنیف نوعی نفس رو بدهیم که این اولین هست که نفس این میتواند نفسی فیزیولوژی باشد. بله. که طلبات های فیزیولوژی انسان رو، مثلا طلبات های فیزیولوژی انسان این در استعمال غذا هست، آشامیدن هست، خواب رفتن هست، گوییم که طلبات های جنسی هست، طلبات های حسی هست که انسان میبوید مثلا به لمس نیاز دارد. برای چه پیغمبر گرامی درود بر او میگفت که سیله کنید سر یتیمان رو، که این صفتی پیغمبری رو پرزیدنت کشور ما، پیشوای ملت هم دارند که بسیار یتیم پرور هستند. یک سببش همین بود که یتیمان نارسایی لمس را دارند. بله. که آن در حالت نبودن او، در حالت با آغوش نگرفتن، سر سینه نکردن، دست نفشردن، اون این سبب بیماری دپریواسیون میشد که ما در پیش گفته بودیم. مثلا باز نفس دیدن هست، فیزیولوژی، نفس کلان شدن هست. بله. نفس پیر شدن هست، نفسی گوییم که حیات و نفس ممات هست. یعنی که اینها در نفس فیزیولوژی، آن طلبات های فیزیکا، فیزیولوژی انسان دارد، این نفسی فیزیولوژی. البته باز نفس احساسی که تاجیک‌های ما دل میگویند. بله. نیاز به مهر داشتن، بله. نیاز به محبت، نیاز به دقت، نیاز به عشق داشتن، نیاز به خوشبینی داشتن، نیاز به امید داشتن، نیاز به باوری داشتن. این بگیم که نفسی احساسی است. و البته نفس عقلی است که ما اگر نفس عقلی رو اطلاعات ندهیم، دانش ندهیم، عقل نمیتواند که مسئله های حیات انسان رو حل کند و آدم نادان به بسیار مشکلی ها گرفتار می شود. و حتی تصور کنید که آدمی معلومات دار از آدمی بی معلومات البته هم در مسئله ریزق روزی، هم در مسئله مناسبت های اجتماعی فرق کلان می کند. بله. و طلبات های عقلی ما این دادن دانش است، کسب دادن است، هنر آموزاندن است، آشنا کردن انسان، یعنی با جمعیت، با طبیعت و خودش شناختن و البته ایجاد کردن و ساختن چیزهایی که زندگی مردم آسان میکنن. بله. و البته هست طلبات های روانی. طلبات های روانی این طلبات فرهنگی است.
هم فرهنگ دینی هست، هم فرهنگ ملی هست، هم آداب هست، هم رفتارهایی هست، هم خلق و اطوار ملی ما به شکل کل و طلبات های اجتماعی هست. مثلا نفس طلبات های اجتماعی، نفس نیاز دارد به خانه، نیاز دارد به عائله، نیاز دارد مثلا به اگر گوییم به مال و پول، نیاز دارد به وظیفه. یعنی این شخصیت انسان که نفسی او در این حالت به اون اگر که محرکش به قوت باشد، اون شخصیت به قوت می شود و می تواند که منفعت آور به جمعیت باشد. البته هست نفس های بیولوژی، چی دوام دادن نسل، مثلا نفس بیولوژی باز می تواند باشد نیاز به آفتاب داشتن، نیاز به هوای تازه داشتن، نیاز به آب تازه داشتن، نیاز به وطن و نیاز به اینکه به دیار و به گیوگرافی معینی داشتن است که ما میدونیم که انسان البته اگر که ما نفسی آفتاب گیریم، آدم اگر یک چند وقت در یک خانه باشد میخواهد که آفتاب را بیند. نفس است، نفسی طبیعی، نفسی بیولوژی انسان است که در اینجا بیولوژی هم طبیعی و هم فیزیولوژی آمیخته می شوند. یکی از این مثلا هست دوام دادن نسل. و البته روح نفس خود را دارد. نفس روح این معنویات است و نور است و نوری که از وجود پاک شعوری کیهان میاد و در این حالت انسان می تواند که روح خود را بیدار کند که مانند جنینی در نهادش ایستاده است. چون که تن پیر می شود، احساس روزی مثلا ضعیف می شود، از سبین عقل می تواند تیره شود، روان می تواند غیر واقعی شود و انسان می تواند از وظیفه و از شخصیت های خود در اجتماعی دارد بیماند و نامعتدلیت در طبیعت خود ببیند. ولی وقتی که روح بیدار شد، اون که میگن نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن جوانان سعادتمند پندی پیری برنا را. یعنی پیری برنا آن پیری هست که روح خود بیدار کرده است به نوری شعوری کیهان. این از آن تصنیفی که ما نفس رو گفتیم و باز البته این باز نازکی های خود دارد و البته باز در آینده شاگردان می توانند در این مسئله کار کنند و خودی مردم اندیشه رانی کنند، روزنامه‌نگاران، کسانی که اوید به مسئله های مثل معنویات و مسئله های دینی و مسئله های علمی فلسفی سر و کار دارند، می توانند باز اندیشه رانی های خود را کنند. واقعا موضوع خیلی کلان است. در داخل یک برنامه یک ساعته هم حتی ما رو جوی کردن نمیتونیم، ولی چیزی مهم اون است که ما با واسطه این برنامه چی میخواستیم بگیم که ما بعضی چیزها رو باید خودمون را شناسیم. تا انسان خودش رو نشناسد خدایش رو نمیشناسد. این چیزی بسیار ساده است، یک حقیقتی است که ما رو تکرار کردن چیزی تازه نمیگوییم ما هر دفعه وقتی که میگیم، ولی برای خود رو شناختن ما باید جنبه های خود رو دانیم. انسان یک چیزی عادی، یک چیزی یک حجیرگی نیست و اون چیزی که سیستم که شما گفتید من مثلا حساب نکردم لیکن تخمینا 30 زیاد شد که اون فقط طلبات های ما، یعنی این طلبات های ما نشان دهنده اون جنبه های ما است که ما از چه ها عبارت هستیم. وقتی که ما میدونیم که این چیزهای طبیعی هستند، اینها چیز طبیعی چی است؟ همون چیزی که خدا داده است. و وقتی که طبیعی میگیم یک ذره ارزشش رو کمتر میبینیم، ولی ما میگیم که خدا داده است، این هم نعمت است و رسالت است، این هم در جسم ما تصادفاً نآمده است. مثلا وقتی که استا ماشین رو میسازد، هر یک مروت اون برای کار سفربر می شود. اگر همون مروت در جای نباشد ماشین ویران است و حرکت نمی کند یا می تواند باعث خطر شود، در جای ویران شود که بجر رود یا من نمیدونم یک حالت دیگر شود. انسان هم همین است. هر چیزی که شما گفتید ان همون مروت های خیلی جدی هستند. انسان یکی از موجودهای مکمل ترین طبیعت است. ما هنگام صحبتامون در سمینارها بعضا میگیم که انسان معجزه، ناتکرار و یگانه است. هر کدام انسانی که در روی زمین است یگانه است، ناتکرار است و از این نگاه معجزه است و خیلی مقدس است. وقتی که ما مقدسیت خود رو اعتراف کردن میخواهیم، اون رو به همین جزهای خودمون نمیتوانیم اعتراف کنیم. یک موضوع بسیار
پرده‌پوشی که در روزگار ما هست و ما اون رو قریب که نمیگوییم، این مثلا همون گفتید که طلبات جنسی است، ادامه نسل است. خود یکی از رسالت‌های بزرگ انسان بقای نسل است. زندگی انسان معنی ندارد اگر بعد خودش نسل نداشته باشد و این نسل نه به خاطر اینکه یک آدمک دیگر به دنیا بیاید. ما با اون آدمک آن چیزهایی که جمع کردیم در طول روزگارمون از بابا کلان ما با واسطه دینکا یک قسمش رو میدهیم، با واسطه تربیت قسم دیگرش رو میدهیم، با واسطه کانال های معنویات خودمون یک چیز دیگر رو میدهیم. یعنی اون ادامه نسل، اون آدم به دنیا میاد یک چیزی فرد علاهیده نیست و او انسانی است که از ما چیزی رو میگیرد و چون کلمه روسی است استافتا و این استافتا رو میبرد. یک بیت خیلی عالی از گذشتگان ما زیر معرفش دادم نیست. من از پدرم پسر ز من داناتر، این زینه رود تا به ابد بالاتر. یعنی وقتی که ما هر کاری که نسبت خودمون رفتار نادرستی که نسبت نفس خودمون، نسبت طلبات های خودمون میکنیم و این رو در ضمیر خودمون میکشیم، ما فرزندی ما نیست همین چیز رو از ما یاد میگیرد و فرزندی به دنیا میآید، فرزندی گویا به جامعه پیشنهاد کرده میشود که در بسیار مسائل ها ناقص است و نه طلبات های خودش را قانع کرده میتواند و نه به جامعه چیزی داده میتواند. تنها انسان خوشبخت، انسانی که همه طلبات های خودش را شناخته است، در دایره معیارها قانع کننده است و آنها از آنها نیرو گرفته است، میتواند خوشبخت باشد و تنها انسان خوشبخت میتواند به جامعه چیزی دیگری بدهد، نیروی سعادتمندی، نیروی رشد، نیروی موفقیت را بدهد. وگرنه آنهایی که این چیزها رو از کودکی نگرفتند، ما داده نتوانستیم و در همین حالت قرار موندند، غیر از شکوه کردن ها، غیر از ضعیف ناله ها دیگر چیزی ندارند. و حتی بسیار حالت های می شود که من در صحبت ها میگم که یک نیک ووچیچ نام یک مردی است، یک از ترینرهای خیلی با قوت جهانی است. آنهایی که میدونن، آنهایی که نمیدونن باید بدونند که این مرد دست و پا ندارد. مادرزاد چنین است. ولی از بس که اون چیزهایی را که میتواند قانع کرده است، انسان خوشبخت است، اویلدار هم هست، فرزنددار هم شدن و این مرد نشانه یکی از نمونه های بهترین خوشبختی است. حالا که ما در بسیار مثال ها داریم در زندگی که انسان همه چی دارد، تن صحت دارد، چشم بینا دارد، وطن دارد، خانه و در دارد، پدر و مادر بسیار پیرانسال هم باشند دارد، اینم دولت است، فرزندها دارد، ولی از زندگی سعادتمند نیست، از زندگیش قانع نیست، زیرا در زمان اون همون طلبات های خودش رو نشناخته است، اونها رو به قدر در کار قانع نکرده است، از زندگی نمیداند چی میخواهد، بله رشد نکرده است و نمیداند که چه میخواهد. و وقتی که با اون میگه که ناشکری میکنی، میگه من به چی شکر کنم، من چی دارم؟ وقتی که اون چیزهایی که دارد روی خط میکنه، شاید در کشور دیگر با این دارایی یک نفر خودش رو میلیونر حس میکرد. چون این است. ولی ما که این حالت است که حتی اگر دارایی به حد عالی هم برسد، انسانی که طلبات هایش را نشناخته است، آنها را قانع کردنش را یاد نگرفته است، در دایره معیارها به سعادت نمیرسد. دارایی مالی امروزه نمیتواند او را خوشبخت کند. و از این رو ما گمان میکنم که شنوندگان ما، بینندگان ما بسیار چیزها رو از این فقط نکته ها رو یادرس کرده میتوانیم در دوام صحبتمون و از این صحبت ها رو ادامه موضوع رو باید پیدا کنند. از اثرهایی که امروز روانشناسان خیلی و خیلی می نویسند و دسترس هستند، خب بگذار به زبان روسی، خب روانشناسان خودمون هم کتاب‌های زیادی امروز چاپ میکنن، ما میدونیم که در فروشگاه کتاب‌هایی هستن که روانشناسان ما نوشتن. این چیزها رو بیاموزند، خود رو بشناسند، خوشبخت شدن رو از قانع کرده توانستن طلبات‌های روزمره هر روزه خودشان آغاز کنند. انسانی که طلبات‌های روزمره‌اش را قانع نکرده است، آرزو داشته نمیتواند. انسانی که آنها رو سرکوب کرده است، از ملکه آرزو پروری محروم می شود، اون رو دیگر ندارد. انسانی که آرزو ندارد به کجا رود؟ دیگر سمت ندارد که رود. یکی از بیماری هایی که حاضر بسیار خوب قید کردید، بیماری هایی که حاضر در سال 2020 می شود، بیماری روح افتادگی. یکی سببش همین است، یعنی که دور و دراز حلاوت نداشتن از زندگی، حلاوت احساسی نداشتن است. بله. و این دور و دراز کش بعد عادت می شود. بعد می شود بیماری دپرسی، یعنی یگان چیز دلی او را خرسند نمی کند، نه فرزند و نه مال و نه زندگی و با دور و دراز هم تبابت می شود. بله. و البته در این حالت ها گفتن ممکن است که
یعنی که به یک عاقلانه، به یک نگاه دیدی راسیونالی، دیدی خیرتمندانه تربیه نفس سبب البته سعادتمندی انسان می شود. بله. ما تصور کنیم که در یک خوردن آدمانی هستند که بسیار میخورند ولی آدمانی هستند که میدونن چی میخورند. بله. اینجا نگاهی مثلا نفس تامین میشد، مثلا برای اون که انسان دارد مثلا طلبات به آهن که کم خون است و غذاهای گوناگونی را میخورد که در آنها آهن نیست ولی از آن بسیار میخورد، شاید که در آنها اندکی یابد، ولی وقتی خوردن سیب، خوردن مثلا آب خوچ، خوردن مثلا گوشت سبب یان میشود که از آهن همین سیرشتش تامین میشد و این رو به یک مقداری کم. بله. مثلا خوردن گوشتی بسیار هم خوب نیست چون که ارگانیسم انسان، سیرشت انسان همگی 60 گرم آن را از خود میکند. دیگرش بار زیاد است. تصور کنید، یعنی که یا که در مسئله گوییم که محبت، بعضی آدم ها را بول حواس میکنند، اینا دوست میداره چی میکابد و عموما معنا این ندارد که او عشقی را میکابد که اون کرده است، فقط معیاری انا همون محبت نمیداند و معیار اگر داند و اون رو رعایت کند سببی لجام زدن نفسی او میشد. یا اینکه مثال گیریم آدمان هستن بسیار میخوانند، از حد زیاد میخوانند، نظریه زیاد دارند ولی عملی ندارند و این نشان داده است که در وقت خواندن هم اطلاعات های جمع میکند که در زندگی به کار نمیروند. این هم همون نفسی اموره است که حتی در مسئله ذهنی در عقل درست هم میتید و با مشکلات زیاد گرفتارش میکنه. بله، واقعا چنین است. خواندن زیاد هم اگر که اطلاعات هضم نشود چنانی هم به من مانند است که غذای زیادی میخورد و جسم هضم کردن نمیتواند و این هم یک مشکل است، این هم یک مشکل جدی است و انسان در همه حالت ها باید واقعا معیارهای خودش رو معین کردنش رو یاد گیرد، شناختنشون رو یاد گیرد. زیرا معین وقتی که میگم این نظارت است، وقتی که میشناسید به نظارت هم خود معیار خودش جای خودش رو میگیرد، با فرمان اون رو مقرر کردن ضرورت پیدا نمی شود. زیرا من برای این مسئله رو با مخصوص تاکید میکنم، وقتی ما فرمان میدیم خودمون به خودمون به نفسمون اونجا اعتراض سر می شود. من میگم من رو نمیخورم برای که به من ضرر میکند، ولی در بول دسترخوان چیزی با مزه است که من میدونم که ضرر میکند، ولی وقتی من میگم که تو نمیخوری برای که بیمار میشوی، میگه خیلی کم در بیمار شوم اما مایلش. حالا تو است که مثلا یک مقاله دیگر است، میگن بعضی آدم‌ها رو وقتی میگن که نخورید ضرر میکنند بیمار میشید، میگن که این خورده مرم. یعنی وقتی که با امر است سرکشی زمان از این دنیا رو بله سرکشی به حدی میشود که حتی ضرر و فایده خودش رو شناختن نمیخواهد، میدوند ولی شناختن نمیخواهد. ولی وقتی که قدم به قدم رعایت کرده میشود واقعا همین حالت به وجود نمیآید، این ملکه میشود. چون که ما کودک رو قدم به قدم تربیت میکنیم، مثلا صنف یک رواد از الف با سر میکنیم، حرف ها رو میآموزیم، بعد کلمه ها رو، بعد جمله ها رو. اینجا هم همین چیز باید قدم به قدم باشد. وقتی که ما این چیز رو میآموزیم و روح ما نفس ما بین هم اختلاف ندارن، وقتی که روح گفت که این برای ما منفعتناک است و نفس اون رو قبول میکند، واقعا این همون نظام عجیب است، همون گرمانی موازنت است که ما اون رو سعادتمندی میگیم. اصلا سعادت رو جسم هم حس میکند، سعادت یک حس روانی نیست. تصور کنید که پای شما رو طفلیتان میزند، شما با این طفلی تمام روز گشتید، خانه آمدید و طفلی رو از پایتان بدر کردید، پای شما سعادتمند میشه. همون جایی که مثلا آبیله شده بود یک لحظه همون انگشت حلاوت میبرد. وقتی که روز در روز خسته میشید میشینید تمام جسمتون، جسم هر یک مولکولش، هر یک حجره‌اش به قبل کیف میکند، راحت میکند. این راحت نه تنها راحت روانی است، این راحتی بله. و این چیزها رو وقتی که انسان میشناسد و به خودش معیارهای معین خودش رو درک میکند، واقعا معیارهای همه ما هر خیلی است. ما گفتیم که یگانه و ناتکرار هستیم. برای یک نفر نیم کاسه شوربا، آب شوربا با یک برده گوشتش و یک چیز دیگری در داخلش بودگی کفایه است که خوراکشان باشد. برای کسی یک طبق آش لازم است. البته این باز نوعی عصب هست، نوعهای عصب گوناگونند، باز آدمانی هستند که جسمی هستند، کارگر هستند، برای غذای باز خوبتر و خوبی نخستر
جنسیت خوبتر لازم بود. آدمای احساسی هستن برای که رمانتیک فضا آدم و معاشرت در کار است. برای آدمای عقلی البته بحث‌های علمی درک کردن. البته عموما طلبات ها دریچه طلبات که یکی عقلی کشوده است، یکی جسمی کشوده است، یکی احساسی گوناگون است در هر آدم. البته ما اونچه که صحبت کردیم بینندگان گرامی این موضوعی بود که شاید عصرها هم در این مسئله گپ نزده بودند و ما این رو به بحر آن گفتیم که این نیروی نفس رو که میتواند آن مقصدهایی که ما داریم که انسان کامل آفریدن و در جامعه کامل زندگی کردن، از همین سر میشد که ما باید یک قانونیت و یک قاعده های همین مناسبت به نفس بدانیم، در کجا دانیم که آن رو لجام زنیم، در کجا آن رو گوییم که سر دهیم و با یک معیار معین مناسبت کنیم. و بیهوده البته در فرهنگ دینی ما نگفتن که هر کی مالک نفس خود شد بهشتی است. و در تصوف ما عرفان ما هم چنین است که انسان های کامل آنها نفس خود را مطمئن کردند و مطمئنیت نفس را من به خلق عزیز خود تمنا دارم و استادگری خوب کنید و تربیه کنید و به فرزندان خود اینها را بگویید تا بهترین باز و خوبترین ملتی روی جهان شویم که هستیم. بله، واقعا ملت ما در بنیاد خودش آنقدر ذخیره ها دارد که اگر ما ذره ذره از آنها هر روز بیرون بیاریم شاید به چندین عصر دیگرمان میرسد و گمان میکنم اگر که ما آنها رو دریافت کنیم و امروز در قدم به قدم در این راه هم هستیم، امکانیت موفق شدن و خوشبخت بودن هر یک فرد تاجیک و در عمده ملت پیشرفته و برومند نگاه داشتن ملت ما که ملت جوان نیستیم، ما گفتن نمیتوانیم که ما باید از صفر سر کنیم. ما چیزهای زیادی داریم، یگانه وظیفه که امروز ما داریم آنها رو کشف کنیم و استفاده بردنشان رو برای خودمون وظیفه و رسالت ها کنیم و با این رو آن آرزو و آرمان هایی که همچون یک ملت داریم و هر همچون یک انسانی علاهده داریم به آرزو و آرمان هایمون برسیم. زنده باشید. در اینجا برنامه خودمون رو به انجام میرسانیم تا صحبت دیگر. آباد باشید.